سلام و درود، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی من در کانال یوتیوب اچ دلشاد. امروز میخوام در رابطه با رمزگذاری روی اپلیکیشن های گوشی آیفون براتون بگم. همونطور که میدونید خود شرکت اپل همچین رغبتی به قول معروف رمزگذاری روی اپلیکیشن هاش نداره و توی اپ استور هم اینقدر اصلا اپلیکیشنی وجود نداره برای این کار که بتونیم باهاش رمزگذاری بکنیم روی اپلیکیشن هامون. حالا من یه روشی میخوام بهتون بگم، تقریبا میشه گفت حالت دور زدن هستش و خلاصه بد نیست. من اونایی که خیلی احتیاج دارن به رمزگذاری روی اپلیکیشن هاشون میتونه براشون کارآمد باشه. حالا برنامه واتساپ و تلگرام همونطور که میدونید خب با فیس آیدی تون میتونید تنظیم بکنید که وقتی میخواد باز بکنه علاوه بر اینکه فیس آیدی تون میزنید و گوشیتون باز میشه، هر موقع وارد واتساپ کسی بخواد بشه حتما فیس آیدی خودتون رو بخواد یا برنامه تلگرام. اینا این قابلیت‌ها رو خود برنامه‌های واتساپ و تلگرام دارن، ولی اپلیکیشن‌های دیگه برای مثال اینستاگرام بخواید واردش بشید یه همچین امکانی نداره و میخوام بهتون آموزش بدم یه جوری رمز بذارید روش و تا رمز رو کسی نزد اون برنامه باز نشه. البته میگم خیلی سفت و سخت نیست، ولی یه روش خلاصه دور زدن و کلک زدن هستش. این کارو می‌خوایم با اپلیکیشن شورتکات انجام بدیم. اپلیکیشن شورتکات همونطور که میدونید یه اپلیکیشنی که به صورت پیش‌فرض روی گوشیتون نصب هستش و امکانات فوق‌العاده زیادی داره. یه دوره آموزشی هم براش درست کردم که در حد آشنایی البته خیلی امکانات داره، میتونید اونم تهیه بکنید. الان این قسمت یا این آموزشی که دارم بهتون میگم یه دونه از اون آموزش‌هایی هستش که داخل اون دوره آموزشی آموزش دادم بهتون. پس قراره با برنامه شورتکات یک کاری بکنیم که اپلیکیشنامون رو هر کدوم که می‌خوایم انتخابش می‌کنیم و موقع باز شدنش از ما رمز بخواد و تا رمز رو بهش ندیم اون اپلیکیشن باز نشه. خوشحال میشم که اگه بار اولی هستش که این ویدیو رو می‌بینید، کلاً ویدیوهای منو می‌بینید، سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، حمایت بکنید تا من بتونم براتون ویدیوهای خیلی بیشتری بسازم. تو کانالم هم آموزش‌های کامپیوتری دارم، هم آموزش‌های آیفون، هم اپلیکیشن‌های موبایلی و هم برنامه‌های کامپیوتری به صورت تخصصی، احتمالاً اتوکد و به زودی برنامه فتوشاپ، پریمیر و آموزش‌های سخت افزار، نرم افزار در خدمتتون هستم. دیگه پرحرفی نمی‌کنم، بریم سراغ آموزشمون. من با برنامه ماشین حسابم کاری کردم که وقتی روش بزنم برای باز شدن یا هر کسی بخواد بازش کنه حتما رمز از من میخواد. برای مثلا من رمز اشتباه اگه بهش بدم، رمزم 4 تا 1 ولی مثلا زدم 365، اگه بزنم وارد برنامه نمیشه. ولی اگه یه بار دیگه بزنم رمزم که 4 تا 1 بوده بهش وارد بکنم، واسم ماشین حساب باز میکنه. حالا میخوام این کارو با برنامه اپ فوتو انجام بدم، یعنی اپ فوتو ما هر کسی خواست باز بکنه همچین پیغامی بهش بده و رمز بخواد. از این قسمت بالا به اضافه رو میزنیم که برای شورتکات جدید. توی این قسمت پایین سرچ میکنم یوزر. این مراحل خودتون باید چندین بار تکرار بکنید تا خیلی راحت بتونید بسازید. خیلی کار سختی نیست، فعلا مراحلش رو بنویسید. یوزر رو سرچ میکنیم. این قسمت پایین ask for input رو انتخاب میکنیم. ask for input یعنی چی؟ یعنی بپرس، یعنی یه ورودی رو ازمون بخواه که ما میخوایم برای وارد شدن به برنامه یه چیزی ازمون بخواد، یه رمز بخواد. ask for input رو میزنم. این قسمت تکستشو با حالت نامبر در میارم، یعنی ازم عدد مثلا میخوایم رمز بهش بدیم. تو قسمت پرامپتش هم می‌نویسیم پسکد یا همون رمز عبور. درست شد؟ پس یه پسکد نمیشیم و حالت نامبر. حالا تو این قسمت if میخوایم شرط واسش بذاریم. تو این if این حالت کاندیشنشو یا شرطشو میگیم ایز باشه. ایز یعنی برابر باشه، مساوی باشه با چی؟ اینجا رمزمون رو میزنیم 4 تا 1. کار خاصی نکردم. یوزر رو سرچ کردم، توی ask for input اینو به نامبر تغییر دادم، اینجا هم پسکد نوشتم، if رو انتخاب کردم، حالتشو گذاشتم ایز یعنی برابر باشه با اونم رمزمو دادم بهش. درست؟ از این قسمت پایین انافه سرچ میکنیم open app آورد اینجا خودش. open app رو انتخاب میکنم. یعنی چی؟ یعنی این شرایط رو واسش تعیین کردم که الان بگم اگر یه برنامه باز شد اون شرایط واسش اعمال بشه. چه برنامه میخوام باز بشه؟ این اپلیکیشن رو انتخاب میکنم. حالا اپ فوتو رو من میخوام انتخاب بکنم، اگه رد نکرده باشم اینجاست. پس اپ فوتو هم انتخاب شد. حالا این گزینه رو میتونم بگیرم با دست بیارمش بالا. یعنی باید این کارو انجامش بدیم. این کارمون هم درست شد و شورتکاتمون آماده است. اگه داون رو بزنم داخل شورتکاتامون میبینیمش. ولی میخوام روی صفحه بیارم بندازمش.
اینجا گزینه شیر رو میزنم. اینجا گزینه اد تو هوم اسکرین که قبلا آموزش دادم. اینجا واسه یه دونه اسم می‌نویسم. خب اسمشو میخوام بذارم فوتوز، یعنی دقیقاً مثل همون اپ فوتو هم بشه. اینجا باید آیکونش رو انتخاب کنم. من قبلا اسکرین شات گرفتم از آیکون فوتو هم. اینم میشه آیکون اون شورتکات هم و اد رو میزنم. اینجا هم گزینه داون رو میزنم. الان دیگه روی صفحه هم یه گزینه درست شد به نام فوتوز. خب اگه وارد این برنامه بخوام بشم، اگه رمز اشتباه وارد بکنم که قبول نمیکنه و وارد نمیشه، ولی اگر چارت 1 رو بزنم وارد اپ فوتو میشه. حالا نکته که هست اینجاست که این به صورت حالا تقلبی ما اینجا گذاشتیم دیگه. این اپلیکیشن اصلیشو میتونیم از روی صفحمون پاکش بکنیم و هر کسی که بیاد داخل گالریمون بخواد بشه یا فوتو بشه ازش رمز پرسیده میشه. این کار رو برای اپلیکیشن های مختلف تکرار بکنید و به نظر من ترفند قشنگی هستش.